بعضی همین گناهکارا رو میپرسم که همین فلانی نماز میخواند، میگویم که آره نماز میخواند. خیلی میگم همین نمازش رو از گناه نگاه نداشته است. نماز میخواند ولی از گناه های عظیم گناهش نمازش نگاه نداشته است. الله تعالی میگه که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، نمازها رو محافظت کنید و نماز عصر رو مخصوصا. و در جای دیگر الله تعالی میگه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از کارهای فحشا و منکر نگاه میدارد. لیکن نمازتون وقتی که شما را از گناه نگاه نداشت، دانید که خلل در نمازتون است. بنابراین برادران، صفتی نماز، یک کتاب داریم در همین تلگرام کانال ما هست، صفتی نماز، یعنی چگونه باید نماز خوانیم، چگونه باید طهارت کنیم. صفتی طهارت، صفتی نماز هر دوش هم است. گیرید یک بار نمازهاتون از نظر گذرانید. نماز اکثر شما سبحان الله، من نمیگم موضوع گناه های مردم را در اینجا. وقتی پرسیدم که همین آدم تا همین درجه از شریعت دور از او چیکاره است، خودش نماز میخواند، گم 5 وقت نماز میخواند، حتی قرآن هم میخواند. او چقدر قدر گناه عظیمی کرده است که شاید کافر این گناه نکند. آخر این نمازش نماز نیست. ما بعضی آدم های میدیدیم در 1 دقیقه 4 رکعت نماز پیشین فرضش هم میخوان، در 1 دقیقه، در 1 نیم دقیقه، همین خیلی تیز بین سجده و رکوع ها هیچی نیست. این نمازها فایده نمیکنه برادر. حالی بعضیتون گفتن تو ممکن که موضوع مهم گپ زن، موضوع این گپ زن، اون موضوع گپ زن. آخی وقتی که نمازتون درست نیست، این موضوع ها برای شما فایده نمیتید. برای همین برادرها به نماز اهمیت دهید، این صحبت ها رو خوب گوش کنید. حالی من حدیثی ما امروز 58 و 59 شرح دادیم، لیکن اصلا کتاب نماز حدیث رقمی 45 سر شده است. اونو ما پیشتر شرح داده بودیم در بیان، شرح حدیث 45 شروع. این طرف گوش کنید، به همسراتون، برادراتون، خواهراتون، یار و دوستاتون دهید تا اینکه آنها گوش کنند، عمل کنید. اگر خواهید که دنیاتون آباد شود، آخرتتون آباد شود، پیشروی کنید، در کدام ساحه نباشید، اگر در نمازتون کمبودی باشد، برکه نمییابید. بگذار میلیاردر شوید هم از همون میلیاردتون فایده نمیبینید، لذت نمیبرید. و بعضی علما ذکر کردن در بعضی کتابا، بعضی آدم‌های گناهکار رو این طعام میخورد، مزهش نمیچشه، فایده نمیبرد. طعامی به لذت، طعام قیمت خورده است، لیکن وای عطالا باشد، کهن باشد، مزهش نمیفهمد. از این نعمت‌هایی که دارید، قصر و هر چیزی که دارید، فایده نمیبرید. برای اینکه شما حق الله تعالی که شما را آفرید، ستون دین مقدس اسلام است، این رعایت نمیکنید، به حقوق شما هم رعایت نمیشه. بنابراین برادران، موضوع مهم است نماز.